اما برای النصر بنتو در چارچوب دروازه است. محمد به سمت چپ برای بوشایل. رونالدو صاحب توپ میشه در میان تشویق و هلهله. بروزوویچ با پای چپ. رونالدو این ضربه آرام و دستان سرخیو ریکو. خدمت شما عرض بکنم که در حال حاضر در جدول رده‌بندی یه لحظه آقای پیولی هم اعتقاد داشت که باید خطای اعلام میشه. رونالدو آنجلو سر شکل میگیره کم کم دفاع القرافه. کریستیانو رونالدو ارسالش رو میبینیم با هم. این موقعیت برای بروزوویچ و ضربه سرضرب مارسلو بروزوویچ با اختلاف زیادی به بیرون رفت. میخوام بوشایل بود که صاحب بودی که یاسین براهیمی راه افتاده و به نظر میادش که باید خبری از نفوذهای فلورینل کومان نیست. به محوطه جریمه مانه ورود او به محوطه جریمه. موقعیت خوب گذشت از روی سر کریستیانو رونالدو. بروزوویچ خودش رو به توپ رسوند. این برخورد و نهایتاً آنجلو گابریل. بروزوویچ ورود او به محوطه جریمه. کریستیانو رونالدو یه واکنش خوب و در ادامه هم بروزوویچ که نتونست ضربه نهایی رو بزنه. آفساید هم بود. سرخیو ریکو ناکامی نخست در این مسابقه برای کریستیانو رونالدو. ببینیم با هم جزئیات کار رو. این ضربه‌ای که عبدالله الخیبری نیمی از زمان نیمه اول سپری شد. 0-0 مساوی. القرافه و النصر در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا. کار خطرناک. اشتباه هم کردن اونجا. نانی درون محوطه جریمه و پنالتی از همین جا هم به نظر مشخص بود. اشتباه کردن و یه خطای ناشیانه دیدیم از ماتیاس نانی. یه مقدار حالت شبیه سازی داشت اما برخورد صورت گرفته و کریستیانو رونالدو فرصت این رو داره تا به یک تیم دیگه هم گلزنی بکنه در دوران حرفه‌ای خودش. بازی قبلی قول القادسیه هم گلزنی کرد تا یه تیم دیگه اضافه بشه به تیم‌های پرتعدادی که کریستیانو رونالدو در طول دوران حرفه‌ایش موفق شده به اونها گل بزنه. همچنان داره صحبت موفق شد بهشون گل بزنه. میره چک بکنه. این صحنه مشکوک. تصمیم سختیه. تصمیمی که باید بگیر آقای باز. خب نه پنالتی خبری نیست. بازی امروز در منطقه غرب آخرین بازی امروز بازی پرسپولیس هست. این حرکت ما هم ببینیم. ارسال به روی دروازه. یه ضربه سر فرصت برای رونالدو. همه چیز مهیا بود تا دروازه رو باز بکنه کریستیانو رونالدو اما نتونست توپو به سمت چارچوب هدایت بکنه. ببینیم با هم. سر اول از اوتاویو و در ادامه کریستیانو رونالدو نتونست تحت تسلط کامل به توپ ضربه بزنه و همچنان ناکام امروز کریستیانو رونالدو. این دومین موقعیتی که خودش از دست داد. بعدش هم جالبه نسبتاً نرسید توپ رونالدو اونجا. ورزشگاه 68,000 نفری البیت. این کورنر النصری ها رو میبینیم. ارسال بروزوویچ. کریستیانو رونالدو ضربه سر رو کی زد؟ رونالدو زد یا مدافع القرافه؟ آنجلو گابریل. پاسکاری های قشنگ. ارسال به روی دروازه از روی سر رونالدو گذشت. حالا بروزوویچ و این ضربه پای چپ هم به بیرون رفت. محمد سیماکان معمول یه نفوذ از سمت راست. این ارسال به روی دروازه. خروج ناموفق از سرجیو ریکو و یه تکل عالی از کشریده. برای بار چندم در این مسابقه ناکام میمونه کریستیانو رونالدو.
بود. پوریکو عالی گرفت، اینجا داشت خودش تقدیم میکرد یه گل رو به النصری ها. ارسال به روی دروازه بروزوویچ، عبور از یه بازیکن توسط سلطان القنام، میتونست به حرکتش ادامه بده فکر کنم. یه برخورد بین رونالدو و مدافعین القرافه. آنجلو گابریل صاحب توپ شد. اشاره داره کریستیانو رونالدو که میتونه از جریمه شخصی هم استفاده بکنه. آقای وانز فعلا تصمیمی نداره این داور استرالیایی. ارسال از اوتاویو، موقعیت خطرناک. کریستیانو رونالدو، بعید این توپ هم پنالتی باشه. اون لبخندهای معروف، حالا باید کار رو دنبال بکنن. و توپی که به نظر از اون سمت به بیرون رفته. این ارسال اوتاویو، نه دیگه اینجوری نمیشه پنالتی گرفت. بلند شد که برگردون بزنه. همیشه هم به همین سبک و سیاق اعتراض میکنه. دقایق تلف شده هم رو به اتمامه. این همه رو از پیش رو برداره و اینجا هم در دقیقه 50 سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد. ناکام نیمه نخست کریستیانو رونالدو بودش که نتونست از موقعیتاش استفاده بکنه. 0-0 مساوی در پایان نیمه اول جدال القرافه و النصر. ضربه بلند فتیل برای رونالدو. کنترل از رونالدو تحت فشار کریستیانو رونالدو. بالاخره پاس رو میده به بروزوویچ. این تیم‌های پایین خیلی به هم نزدیکن. رونالدو رو با هم ببینیم. این حرکت رونالدو همچنان توپ در اختیار داره. مزاحمتی که سیدو سانو براش ایجاد کرد و آفساید هم اعلام شده. حالا پیش از این که بخواد پنالتی بررسی، یه 1-2 عالی آنجلو گابریل. فرصت هست و گل دومم برای النصر به ثمر رسید. چقدر قشنگ کار کرد آنجلو گابریل. گل دوم فوق‌العاده بود و النصر داره از سمت راست بود. بازم اشتباه. کریستیانو رونالدو با پای چپ و بهش با اختلاف از بالای دروازه به بیرون میره. پدرو مارتینز، بروزوویچ، پاس برای رونالدو. القرافه در خط دفاعی خودشون. این ارسال ببینیم آنجلو گابریل. یه پاس برای رونالدو و سومین گل النصر توی این مسابقه. بدجوری اوضاع داره به هم میریزه برای القرافه و همچنان لبخند او به ما، لبخند او به فوتبال و کریستیانو رونالدو در البیت در اوج هست و گل دوم خودش رو توی این مسابقه هم به ثمر رسوند. به پاس سمت راست نذاش اونجا ماتیاس نانی با ضربه سر، یا جمال حامد که رونالدو به توپ برسه اما به روش خطا کرد. خطای ماتیاس نانی. تو که عرض کردم میل به تکروی زیادی داره یاسین ابراهیمی. تو لحظاتی اگر پاس بده میتونه موقعیت‌های بهتری رو نصیب که تا اینجا دو تیم طی کردن. ضمن اینکه کریستیانو رونالدو زمین مسابقه رو باید ترک بکنه و بازوبند رسید به سلطان القنام. از خبری از هتریک نخواهد بود در این دیدار. ببینیم کدام بازیکن جای رونالدو پر آوازه به زمین مسابقه